سلام به همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. برادران موتی هستم، در خدمتتون هستم با دومین قسمت از پادکست های درک عمومی معماری. تو قسمت قبلی در مورد این که چه زمانی و چطور شروع بکنیم خوندن درس درک عمومی صحبت کردیم. تو این قسمت میخوام در مورد منابع این درس و نحوه پوشش دادن این منابع یکم صحبت کنیم. قبل از اینکه بخوام وارد لیست کردن یه سری منابع بشم، لازمه یه بحثی رو با هم دیگه داشته باشیم. ببینید، همونطور که میدونید درس درک عمومی برآیند و مجموعه‌ای از تمام دانش‌هایی است که شما در دوره کارشناسی گذروندید و به تبع پوشش دادن تمام این حوزه‌ها و موضوعاتی که در دروس مختلف دوره کارشناسیتون گذروندید نیازمند مطالعه و مرور کتاب‌های بسیار زیاد و جزوات بسیار زیادی هست. حالا با توجه به فرصت حالا یک ساله، چند ماه کمتر یا بیشتری که بسته به داوطلبین شروع به خوندن میکنن، آیا امکان مطالعه و مرور حتی تمام این منابع برای پوشش دادن مباحثی که در درک عمومی معماری سوال میاد هست؟ و آیا اگر هست منطقی همچین کاری رو انجام بدیم یا نه؟ ببینید، برای مثال ممکنه یک سال یک تست یا دو تست از مباحث نظام مهندسی سوال بیاد، درش تستی باشه، نکاتی باشه که در مورد ضوابطه. آیا باید بشینیم تمام مباحث نظام مهندسی رو بخونیم و حالا یا به دلیلی باهاش آشنا بشیم، مرور کرده باشیم که اگر یک تستی اومد بتونیم جواب بدیم؟ خب ما حدود 20 و چند کتاب وجود داره با منابع کمتر و بیشتر در این حوزه ضوابط. ما اینها رو میخونیم، مثلا از ما حدود 40 ساعت زمان میبره، از ما حدود 100 ساعت زمان میبره و ما این 100 ساعت رو گذاشتیم که اگر امسال یک تست یا دو تست نهایتاً از ضوابطی اومد که مربوط به نظام مهندسی میشه، شاید بتونیم اونها رو با توجه به اون مرور کلی که کردیم جواب بدیم. چرا که خود آزمون نظام مهندسی داوطلبانی که شرکت میکنن 1 سال زمان میذارن و آخر سر هم آزمونش به صورت جزوه باز هست، به علت اینکه حجم منابع و مباحثی که ذکر شده زیاده. پس من 100 ساعت، 50 ساعت، 40 ساعت زمانم رو میذارم برای اینکه حالا مرور بکنم و این مباحث رو هم پوشش بدم در آزمونی که ممکن ازش یک تست بیاد. آیا این کار منطقیه؟ نه. این 40 ساعت رو اگر روی حوزه دیگه، روی اصلا درس دیگه زمان میذاشتم، حساب بکنید که اگر 40 ساعت رو روی فن، روی تاریخ، روی زبان یا هر درس دیگه میذاشتید، میتونستید چند تا تست و چقدر از مباحث رو پوشش بدید. حالا همین رو تکرار بکنید در مباحث مختلفی که در درک هست. برای مثال عملکردها، طراحی، مباحث تاریخی که میاد، مباحث طراحی محصول که میاد و تمام موضوعاتی که وجود داره، مباحث نظری و اینها. این که چون 1 سال 2 سال از مثلا اندیشه های یک معمار تست اومده، من بشینم خب تمام کتاب های تئوری و مبانی نظری که در مورد اندیشه های معماران یا قلم معماران هست یا معرفی زندگی نامه های اونها رو بخونم، شاید اگر چند سال وقت بگذارید یا اگر زمان غیر قابل در واقع محدودی داشته باشید، این قطعاً به شما کمک میکنه. هرچی بیشتر شما منبع بخونید، هرچی بیشتر با سواد معماری داشته باشید، با معماران مختلف، با ایده های مختلف، با عملکردهای مختلف آشنا باشید، قطعاً به شما کمک میکنه. کسی منکر این نیست. اما نکته اصلی بحث مدیریت زمانه و اینکه به ازای زمانی که شما میذارید چند درصد از مباحث رو پوشش میدید و به ازای زمانی که میذارید اون مباحثی رو بخونید که شانس بیشتری داره برای اینکه ازش تست طرح بشه و شانس بیشتری داره که خوندن اون مباحث به شما کمک میکنه که جواب درست رو بدن. شما شاید چندین بار مثلا همین کتاب‌های نظام مهندسی رو بخونید، نتونید آخر سرم تستش رو بزنید. پس این یک سرمایه‌گذاری غلط هست. اما بعضی مباحث، بعضی از در واقع کتاب‌ها یا منابع هستن که مرور اونها کمک میکنه به ما توی نه تنها یک دونه درس درک عمومی معماری، بلکه بعداً ممکنه توی آزمون عملی اسکیز یا در درس تاریخ و فهم اون کمک بکنه، یا خوندن برخی از منابع سایر دروس به نحو دیگه‌ای که به درک عمومی معماری ما کمک بکنه بیشتر توصیه میشه تا اینکه بخواید یک لیست بلندی از کتاب‌های مختلف رو
جمع بکنیم و توصیه بکنیم که اینها رو حتما بخونید. پس این نکته رو اول با هم دیگه ببندیم که خوندن کتاب‌های زیاد و پراکنده و موضوعاتی که در درک عمومی معماری در واقع طرح میشه بد نیست، خیلی هم خوبه، به شرط اینکه ما یک زمان بسیار نامحدود داشته باشیم و قطعاً کمک میکنه و سطح فهم و درک ما رو میبره بالا. اما چون این زمان رو نداریم، پس باید با حداقل زمان بیشترین منابع و بیشترین مطالعه رو داشته باشیم که شانس طرح سوال از اونها بیشتر هست و خوندن اونها به ما کمک میکنه که نتیجه‌ای بر عملکرد تستنی ما داشته باشیم. اگه بخوایم اینطوری بریم جلو و سوالات درک عمومی معماری از چند تا حوزه ببینیم، چند تا توصیه رو و چند تا منبع محدود رو من معرفی میکنم که ارزش داره شما بخواید اینها رو بخونید، روشون وقت بذارید و مرور بکنید و کمکتون میکنه هم برای درس درک عمومی معماری و هم شاید برای درس‌های دیگه. ببینید یه بخش زیادی از سوالاتی که طرح میشه در واقع در درس درک عمومی معماری و هر سال سهم زیادی رو داره، سوالاتی هست که به نحوی با تاریخ معماری ایران، با تاریخ معماری و حالا مباحث اقلیم و ابنیه سنتی که به نحوی اقلیمی و تاریخی هم هستن درگیره. برای همین من کتاب اقلیم و ابنیه سنتی آقای قبادیان رو معرفی میکنم به همه دوستان. اگر خلاصه اون رو در دسترستون هست، خلاصه اون رو بخونید، نکات اصلیش رو گلچین بکنید. اما توصیه من این هست که متن کتاب که متن بسیار روانی داره، نقشه هایی که در کتاب هست حتما یک دور دو دور مرور بکنید. تمام بخشش رو در 1-2 سال اخیر بالاخص سوالاتی طرح شده که از بخش‌های در واقع حالا از نقشه‌ها یا جاهایی بوده که کمتر مورد توجه قرار گرفته. پس به همین دلیل من توصیه میکنم این کتاب رو حتما چندین و چند باره مرور بکنید تا براتون شکل‌ها، دیاگرام‌ها، مفاهیمی که گفته جا بیفته و قطعاً هم برای درس تاریختون کمک میکنه، هم در درک عمومی معماری و هم بعداً در اسکیس میتونه کمک کنه. پس خوندن این کتاب حدود 160 صفحه‌ای ارزش این رو داره که براش وقت بذارید، چون از چند جنبه به شما کمک کنه. نکته دوم اینه که درس تاریختون رو، حالا چه تاریخ ایران، چه تاریخ معاصر، چه تاریخ جهان رو برای درک عمومی معماری بخونید. یعنی شما یک بار تاریخ رو میخونید برای در واقع خود درس تاریخ و این بار یا همزمان با اون برای درک عمومی معماری بخونید. یعنی چی؟ یعنی که طبقه بندی ها و مفاهیمی که در سبک ها در دورهای مختلف اتفاق میفته رو بفهمید. اندیشه ها رو تا حدودی در ضمن خوندن سبک ها با اندیشه های سبک ها و اندیشه های معماران آشنا بشید، بالاخص در بحث معماری معاصر و حالا معماری معاصر ایران. افراد و چهره ها اگر ازشون جملاتی اومده، صحبت هایی میشه، با این دید که تجزیه تحلیل بکنید و نگاهشون رو به خاطر بسپارید در نظر داشته باشید. و از همه مهمتر نقشه ها، تصاویر، پلان ها، برش ها، ایزومتریک هایی که از معماری ایران، از مساجد، از مدارس، از خیلی آثار شاخص معماران معاصر در سطح بین المللی در سبک های مختلف رو که تصاویرش توی جزوات حالا اساتید یا کتاب هایی که میخونید هست رو یه پوستی بذارید روش و شروع بکنید خطوط اصلی اون رو روکشی کردن. خطوط اصلی، جزئیات مهم نیست، ترتیب ها و ترکیب بندی احجامش رو به خاطر بسپارید، المان های شاخص و نشانه هایی که در واقع برای هر بنا هست، ترکیبی که داشته رو به خاطر بسپارید. این روکشی هم کمک میکنه، در واقع یک تمرین و یک استراحت فکری هست برای درس در واقع حالا مثلا شاید اسکیستون یا در بین سایر دروستون، و همین که کمک میکنه به فهم بهتر و به حافظه سپردن مباحث تاریخیتون، و همین که بسیاری از سوالاتی که هر سال از مباحث تاریخ ایران و اینها طرح میشه یا تاریخ معاصر، اشاره های این چنینی داره به این که حالا یک حجم یا یک برشی از یک پلان یا یک بنا رو داده و از شما سوالاتی در مورد اون میپرسه، اسمی از اون بنا نمیبره و شما باید با استفاده از حجم ساده شده یا هندسه های ساده شده یا دیاگرام هایی که روابطی که درش وجود داره اون پلان رو و اون کیفیت فضایی رو شناسایی بکنید و به سوالات بعدی که جواب میده پاسخ بدید. پس این تمرین از همین امروز که شروع میکنید تاریخ رو میخونید و مرور میکنید، همزمان با اون بتونید این کار رو هم انجام بدید، به صورت چند جانبه به شما کمک میکنه. نکته بعدی
کتاب معماری فرم فضا نظم هست. یک کتاب بسیار سبک، کم حجم از نظر متن و پر از تصاویر و اسکیس هایی که به فهم عمومی معماری شما به خصوص تو بحث های طراحی، توی بحث های سازماندهی و یک سری مفاهیم پایه معماری کمک میکنه که به طریق مختلف از اونا سوال میاد در مورد سلسله مراتب، اصول سازماندهی، نمیدونم ترکیبات و احجام و سوالاتی که خیلی وقتها در حوزه های طراحی معماری میاد. با آشنا بودن با تکنیک ها و مباحثی که به صورت تصویر اشاره شده در این کتاب خیلی کمک میکنه به تجزیه و تحلیل و تقویت اون مهارت در واقع طراحی شما و اون تجزیه تحلیل معماری شما روی تست هایی که تو حوزه طراحی و اینها کمک میکنه. علاوه بر اون حالا در مورد عملکردهای خاص معماری مثل بیمارستان، مثل پارکینگ، نمیدونم مثل مسکونی و اینها در حد خیلی مختصر، در حد مرور و آشنایی با کلیات اون مطالعه داشته باشید، نه اینکه احتیاج نیست شما تمام ضوابط چندین و چند صفحه‌ای مثلا مباحث مربوط به مدرسه، ضوابط مربوط به هتل، ضوابط مربوط به حالا هر عملکرد دیگه رو بخونید، چون سوالات درک عمومی معماری یک در سطح عمومی از عملکردها ارائه میشه. و نکته دوم اینه که بی نهایت شاید ما عملکرد معماری داشته باشیم که شما هر تعدادی رو بخونید باز هم عملکرد جدیدی هست که ممکنه نخونده باشید و ازش سوال طرح بیاد. پس سعی کنید توان تجزیه و تحلیل معماری و فهم معماریتون رو بالا ببرید تا هر عملکرد جدیدی اومد بتونید خود سوال رو تجزیه تحلیل بکنید، نه اینکه با استفاده از یک دانش مثلا زمینه‌ای یا محفوظاتی که دارید به اون سوال پاسخ بدید، چون سوال هم معمولا طوری طراحی میشه که اون محفوظات خیلی به شما کمک نمیکنه. علاوه بر این یکی دو تا از حالا عملکردها و ضوابط تکمیلی و مختصر رو من مثلا آموزشی و پارکینگ و اینها رو توی کانال گذاشتم که میتونید استفاده بکنید. بحث مهم دیگه که کمک میکنه به شما توی هم بحث در واقع تاریختون، هم بحث تجزیه تحلیل معماریتون، خوندن و مرور آثار معماری و نقد اثر، چیزی که هر سال ازش سوالات مختلفی میاد. حالا این نقد آثار گاهن آثار معماری معاصر ایران هستن، معماری معاصر جهان هستن، اما خوندن و فهم و آشنایی با و تجزیه تحلیل در واقع روابطی که توی این ابنیه حاکم هست خیلی مهمه. دو تا کتاب که هر کدومش رو تونستید پیدا بکنید خوب مطالعهش، یکی نقد آثاری از معماری معاصر ایران هست که جلد آبی رنگی داره و چاپش به اتمام رسیده، اما شاید بتونید دست دومش رو پیدا بکنید، مربوط به معاونت مسکن شهرسازی، مرکز تحقیقات شهرسازی و معماری هست. و یک کتاب دیگه تجزیه و تحلیل 15 اثر از 50 سال معماری ایران. هر دو این دو تا کتاب حدود 15 و 13 اثر از معماری معاصر ایران رو تجزیه تحلیل کردن، اسکیسایی ازش کشیدن، روابطش رو تشریح کردن، در پلان، در برش، در ترکیب حجم، در جزئیات و پرسپکتیوهای مختلفی رو ارائه دادن که به درک شما از اون آثار کمک میکنه. در کنار اینها اگر اثری بود که به نظرتون مربوط به معمار شاخصی میشد و حالا توی این کتاب ها نبود، میتونید حداقل ترین کاری که میتونید بکنید که اسم اون اثر رو بنویسید و چند تصویر ازش رو در اینترنت داشته باشید و اون آثار رو از زوایای مختلف و از حالا اگر مدارک فنیشون مثل برش و ایزومتریک و اینها بود که در جزواتتون موجود نیست پیدا بکنید، تصاویرش رو ببینید. اگر دوستانی دارین که در اون شهرهایی که در واقع اون آثار هست ازشون بخواید که بتونن تصاویر ازش بگیرن، اگه پیدا نشد، و این تصاویر رو با همدیگه به اشتراک بذارید. اگر امکان سفر براتون بود، سعی کنید آثار شاخص معماری ایران رو حتما از نزدیک یا به صورت مسافرت یا به صورت در واقع حالا غیر حضوری و تصاویرش رو داشته باشید تا یک درک کامل و سه‌بعدی از فضاها داشته باشین، چون از آثار شاخص معماری ایران
این انتظار میره که شما کاملا بهش اشراف داشته باشید و از لایه‌های جزئیات اون بیشتر سوال میاد تا اینکه از کلیاتش بخواد بپرسه، چون انتظار میره که به عنوان یک معمار آثار شاخص معماری رو بشناسید. بعد از اونها کتابایی مثل مشق معماری آقای عیسی حجت، نمیدونم کتاب زیبایی شناسی، حالا البته زیبایی شناسی بسیار حجم زیادی داره و توصیه نمیشه که بخونید، اما اگر جزوه خلاصه‌ای از تعاریف از مفاهیم اون پیدا شد، خوندنش میتونه کمک بکنه. توصیه میکنم بیشتر از این به دنبال منبعی نباشید، منابع زیاد هست، خوندن مصاحبه های معماران، خوندن کتاب آثار معماران قطعا کمک میکنه، اما به نسبت وقتی که میذارید و به نسبت محدوده‌ای که برای شما پوشش میده این توصیه نمیشه، بلکه مابقی رو باید با تمرین و تست زدن در درس درک توان تجزیه تحلیلتون رو ببرید بالا. خوندن همین منابع به علاوه تماشای ویدیوهای آموزش سایت پرسپکتیو تو کانال های مهندس ایرانشاهی هست که هر سال حدود حالا 2 تا 3 تا 1 4 تا 1 سال 6 تا ازش تست میاد از 20 سال درک، قطعا 1% قابل توجهی از درس درک عمومی معماری شما رو پوشش میده و شما با خوندن همین منابع و تمرین و زدن تستای استاندارد و اصولی، اول تستای کنکور و بعد تستای استاندارد، میتونید 1% و عملکرد خیلی خوبی رو در درک داشته باشید و به هیچ عنوان دچار مشکل نشین و درگیر جزئیات، منابع زیاد، حجم زیاد مباحث تکمیلی برای این درس نشید، چرا که زمانی که از شما میبره عملا درصد بسیار کمی به شانس در واقع موفقیت شما تو درس درک میذاره. امیدوارم که موفق و پیروز باشید.